شما چرا این کارو کردید؟ چی با شاگردی خودتان فاتحه میشوید؟ مگر این عمل به معلم میزبد؟ از گمانی بد بپرهیزید استاد. آخر بعضا حقیقت عیان نیست. مایلش من از گمانی بد پرهیز میکنم، اما شما احتیاط شوید که زیر تهمت نمانید. عقل من در جایش. لطفاً شما گمانی بد نکنید. فقط همین رو میگویید. پس حقیقت رو فهمونید. آخر ازلم خواهر ما هست. میدونم وضعیت ناگوار، اما فهمونده نمیتوانم. طاقت کنید، در روزهای نزدیک همش رو میفهمید. استاد عمر، چیکار میکنید؟ چیکار نمیکنید نمیدونم، اما اگر در این کار به طور موی ازلم خاری خلد، دانید که من شما را نمیبخشم. چرا این طور میکنید عمر؟ شما چه خیلی انسان هستید؟ مرا نمیشناسید؟ نخواد شما فکر کنید که من به ازلم ضرر رسانم. شناخته نمیتوانم. آن عمری که من شناختم میشناسم این نیست. اکا به کجا می روید؟ چیکار میکنید؟ با ازلم گپ زدنیم. من هم می روم. وای وای، انا گپ و مانا گپ. قسم که او را پورا میکنم. به عقل فکر میکند که به دام افتاند. ترانه مرا به دام افتانده نیست. تو هم چرا با او رفتی نفهمیدم. با تهمت‌هایشان تو را غمگین نکنند گفته رفتم. قول داده بود. آخر تو او را نمیشناسی. باز چیکار کرده میتواند؟ هیچ کار نمیکند، خواطیر نشم. او را نمیمونم. تو نزدیم هم رو. من این کار رو حل میکنم. چرا میترسی پسرم؟ جایی ترسش نیست. تحفه میکنم. گیر. آفرین به تو پسری با عقل هستی. برای من یک کار میکنی. در نزد صنفخانه شما یک صنف هست، صنفی که اکای و خواهر آن را راهبری میکنند. میدونی؟ بله میدونم. انا در همان صنف اگر یگان آواز یا به ترتیبی دیدی، زود به انا همین تلفن ثبت میکنی. اونجا یک دو بچه بی آداب است، برای یافتن آنها یعنی یگان کاری بد نمیکنی. تلفن باشد برای تحفه. فهمیدی؟ خوب مایلش. آفرین. اکنون راست به صنفت رو. بخیر است استاد؟ کار با طلبه استاد، کار با طلبه. نمی شود. من با این شرمندگی چقدر زندگی میکنم. جوی شرمش نه سولیه. تو حیاتی منی. توی میشویم، صاحب خانه کلان میشویم. شد اینها را حتی شنیدن نمیخواهم، دیدن نمیخواهم این عکس‌ها را. بس کنید شما، اصلا نگذارونید. جورا رنگ روی دختر پرید. اصلا من حالتی روی تکین را دیدن میخواهم. چی بود است عاشق و معشوق نبود است، فلان و فلان. مادام عاشق و معشوق نیستن عکس‌ها را بینن جیم شیند. اصلا نگریم نبودنش هم ممکن. بیا مانه کودک نیستیم کو. چیزی رو میدوند، چیزی در فکرش هست. شاید که دانم. یکی بس کو چی گپ خودش؟ یکی دیوانه شده ای؟ آن عکس‌ها را دیگر کسی نبیند، فهمیدین؟ حتی خودت نبینی. با من تهدید میکنی ها؟ چه که فهمیدی؟ یک بار دیگر آن عکس‌ها را بینم. سر ده دورا. آخر اون مراتی با آگاه میکنم. آدمانی با عقل با جای زیر من بودن همراه بودن رو انتخاب میکنم، وگرنه حالشون بد میشود. خود رو اینقدر زور نگیر. اگر مرد میشدی دختر را این خیلی تهمت نمیکردی. جورا همیشه جواب بدیم، به هیچ چیز رفتن گیرد ها. حریف روی راست تو را زد. پس زمان رو با دیگر راه میگیریم، خواطر نشوید.
مادرجان آهسته. تشکر دخترم. خدا از تو راضی شود. من چیکار کردم مادرجان؟ این کارهای من نزد زحمتهای شما هیجن مادرجان. دخترکم، گوی برای چی ناراحت هستی؟ هیچ چیز نه، خوب هستم. آب میخواهید؟ آب دهم می نوشید. مایلش، دهانم خشک شده است. خوب. آب نداریم. من رفته بیارم. مایلش دخترم. باید اسلام اینجا باشد. بله، رفیقانش رو هم پرسیدم، او رو امروز ندیدن. انا بای اسلام، اکا؟ اپا؟ اینجا چیکار میکنید؟ باید با هم صحبت کنیم. قربانت شود مادرت. خوب هستی پسر جان؟ خوب هستم. عمر، رنگ و رویت پریده است. و تو چی شد پسرم؟ مادر جان خواطر نشوید. کمتر شمال خوردم و تمام مهم نی. عمر پسرم، جان مادر، بیا یک نزدی دکتر رویم ها؟ تو رو تشخیص کنیم. برای یک سلفه به بیمارخانه روم مادر؟ من آنقدر نازک نی. خوب، خیر میلش پسرم. دیگر چی گویم آخر؟ عمر پسرم، اویدی فوتیه چی میگویی ها؟ میکنی مادر. باوری داری پسرم؟ بله. واه پسر جانم، گوش کن. مادران دلی فرزندان را احساس میکنند. دلی من میگوید کی عقل و هوش پسرت با کسی دیگر مایل. عمر جان خودت گوی، چی من اشتباه میکنم؟ جان من قربان آنه که تو را آفریده است. این کار نه به عقل نه به منطق راست می آید. عمر از تو چند سال بزرگ است؟ باز معلمت چه خیل می شود؟ چرا این کار را میکنی؟ میدونم و نظر شما غیر عادی می نماید، اما من این کار رو به سبب نکردم. باید همین خیل شود. باید همین خیل شود از چی؟ هر دویتون همین گپ را میگویید. بفهمون تا که به تو یارو رسانیم. شاید یگان چارش رو یابیم. نمیتوانم. اسلام، گوش کن. سالها باز تو رو ندیده ایم. حتی یک دیگر رو خوب نمیشناسیم، اما آخر تو خواهر ما هستی. همه چیز رو به ما کشاد و رفشن گفته میتوانی. این موضوع رو نه. لطفاً به این کار کردار نشوید. کاردار نشویم؟ من دیوانه میشوم. چیکار میکنیم پینار؟ نمیدونم اکا، اما شاید یگون راه دیگر باشد که عمر از این کار دست کشد. دخترم، برای زنده موندنت این فاتحه رو میکنی. آخر مجبور هستیم چیکار کنیم؟ از شما یک چی پرسم؟ آب رو آوردم مادر جان. حاضر میدهم. تشکر دخترم. آهسته. جورا حاضر یگان کار میشه. در هیجان افتادم. مانند فیلم‌های جاسوسی گویا به غارت یگان آثارخانه آمده باشی. بسیار گپ نزنید، باز جمیل مورو ندارد. لنته ها را گرفتی؟ گرفتم در دستم. بسیار مصرف کردیم.
лекин олиҷаноб мешавад. рафтем зуд бошед, ҳоло корамон зиёд. рафтем. модар имрӯз бо ман намеравед? не писарҷон, инҷо меистам. каме рӯбучин мекунам, фаҳмидӣ? модар боз ягон кор накунед а? воҳӣ, чӣ хел кор писарам? тозагӣ мекунам, тамом? шуморо танҳо мондан намехоҳам то боздид модарҷон. хуб майли, то боздид писарам. муваффақият писарам. сиҳат раву саломат баргард. не ҳоло камтар меистам. боз рӯйбариё назанем. умар шумо инҷо чӣ кор мекунед? дирӯз бо акаам гап задем. гуфтанд ки чӣ хел пеши ин корро гирем. муаллима фаҳмид. гӯш кунед лутфан. ман гуфтаниям ки шояд ягон роҳаш бошад. ягон роҳ надорад пинор. он чизе ки шумо фикр мекунед нест, аммо афсӯс ки дигар ягон роҳ надорад. ҳарчи набошад бояд ин саволро диҳам, ҳам барои хоҳарам, ҳам барои худам. чӣ савол? танҳо як ҷумла гӯед тамом. баъд оиди ин мавзӯъ дигар асло ҳарф намезанам. ҳозир ба ман гӯед ки дӯст дошта надоред. агар инро аз шумо бифаҳмам, роҳамро дигар мекунам. барои фотиҳа бо узлам бо дилу ҷон ёрӣ мерасонам. бале, шуморо гӯш мекунам. پس چرا این کار رو میکنید؟ خانندگان گرامی، چیزی که میبینید شعبه اطلاعاتی مکتبمون باز در خدمت شماست. عکس‌هایی که در گوشه‌های گوناگون مکتب میبینید کارهای رفیق نوآمده‌مان میباشد. اینقدر قابلیتناک بوده است ما خبر نداشتیم. با مکتبمون نو آمد اما خود را زود و فعال نشان داد. اول او را با تکین میدیدیم و باز این حالتی که در عکس شما دیده ایستاده اید. اگر همین خیل دوام دهد برای شعبه اطلاعاتی مواد زیاد می شود. چرا؟ حاضر می فهمانم. چون که این رفیقمان در عین زمان با یک معلممان یعنی معلم فلسفه استاد عمر فاتحه می شده است. بله درست است. باز ما گمان داریم که این واقعه عاشقی که از اینجا صدا داد با او تعلق دارد. با ما باشه. ما تمام رویداد مکتبمون را با شما پیشکش خواهیم کرد. ҳалолат буд. ҳатто ман бо устод озан ин тавр накарда будам. фикр мекардам ки духтари хуб астӣ. ки медонад барои ёфтани дили устод Умар чӣ корҳо кардааст. наход ягон қадар шарм накарда бошӣ. барқ ба худо олиҷаноб буда ин қадар найрангро аз куҷо омӯхтӣ? боз ман худамро беҳтарин меҳисобидам. бояд аз ту бар инҳо битарсем. эй ту чӣ кор кардӣ? ҳамаи моро шарманда олиҷаноб кардӣ. будае. аз ҳамин гунаҳо бояд тарси ҷура. аслан ба ту мезебад. ту хапаки таги тапак. ба худо ҳалолат буд.
оби дида резондан дар кор дар ҳақиқат бисёр ба маврид гуфтӣ. чӣ хел моҳирона иҷро кардӣ? نه این خیل نیست. чӣ хел не ҳамаш хош هماش فیتنه. аз барои худо хаб кун. نمیگویم نمیفهمید. راست نیست میگویم. من نکردم این کارو. نکردم. دروغ است این دروغ است آخی. کجاست او؟ برقی حیوان کجاست بگویم؟ تکین تو رو آگاه کرده بودم. نه من تو رو آگاه کرده بودم. پس کنید بچه ها پس کنید پراکنده شوید میگویم بس کنید. این کار تمام نمیشود. جواب این رو میدی تو رو میکشم. در کجا که گبزن بس. من گناه ندارم. росташро шумо гӯед устод o'zlam va устод умар фотиҳа мекунанд ё не? اینجا مکتب است و اینجا جای بحثی حیات شخصی کسی نیست. حاضر همه بس این پس در آید. فهمو استاد. اما شما دروغ نمیگوید. فاتحه میشوند یا نمیشوند؟ بله اما اصلی واقعه اسلام تو رو میکشم. بیا کنی بیا حالاویست یک روز نه یک روز با دست نمیفتی. از خورا نبرزه کدام وقتی که خواهی در کجایی که خواهی فهمیدی برا این طور باشد همیشه با میخورم. اسلامیست مرا گوش کن. به خدای خودت رو به دست گیر. مرا به حالم گذارید. مردن میخواهم. اسلام بله آفرین پسرم. تو پسرم این نوارها را روی CD نوشته میتوانی ها؟ بله استاد میتوانم. شاگرد باید همین خیل باشد. هم گپ را گوش میکند هم از تکنولوژیا باخبر است. آفرین. تشکر. падар худаш чӣ гап? میلش تو رو پسرم. هیچ چیز نی؟ با شاگردانم از نزدیک شناس شده ایستادم. خدایا من چی کار کنم؟ چی طرز به مکتب روم؟ با علی و پینار تا که هیچ چیز نگفته زندگی میکنم. الو این من شفیق. معلم علی را که به جای من در مکتب مدیر تعیین کردید همه را چپه و راسته کرده است. نفهمیدم چه چپه و راسته کرده است؟ یک بار آمده مکتب را بینید جایی نبرد شده است. عکس‌های عاشقی طلبه ها، دخترها از قفای معلم ها، حتی بعضی هایشون با معلم فاتحه شدنی هستند. چی ها میگوید شفیق؟ نخود همین خیل باشد، نخود استاد علی چونین باشند. نمیدانم آخر. خودتان آمده بینید. در دستم دلیل دارم، همش انیق و دقیق. بالای این حجت گم شده را یافتم. معلوم که به اهمیتی کرده درونش را نخوانده در قوطی اخلاق پرتافته است. اگر گپ‌هایتان درست باشد با یک وضعیت ناگوار دچار میشویم. به فکر من هرچی زودتر این مسئله را بینید خوب می شود. آخر دلم به شاگردان نسوزد. падар чаро ин гапҳоро гуфтед? худатон медонед ки ҳамаш нодуруст аст. نادرست است؟
همه گفته هایم درست است. امروز واقعه ها را ندیدیم اگر؟ بله، اما سببش رو نمیدونیم. حتی جناب علی اینجا چه دخل داشتنش رو هم نمیدونیم. میبینم استاد علی جناب علی شده است. دخترم، همه در حیات خطا میکند. گرفتاری آدمانی بد میشود. اما غمگین نشو. پدرت هم تو را و هم مکتب را از اون نجات میدهد. دیگر هیچ وقت مثل پیشتر نمیشود. نمیدونم بخیر از شما نزدیکی روم. کسی همدردی من نیست. همه بلا به سر من می آید. همه با عقل خودش کار میکند. چرا آخر من این اذیت رو کشم؟ اوزلم؟ گفتم شاید او با من باور میکند. شاید او من رو میفهمد. مادرم از اونجا یگان کار کردن نمیتوانند. به خود بیا. یگان کسی شما با من باور نکردید. مرا حتی هیچ کس گوش نمی کند. اما آدمی لازمی همش رو میدوند. شما باور نکنید هم میشود. به کجا می روی؟ نزد او می روم. جایی که آبی زیاد و حضور به او خیر است. میخواهم مانند دریا مرا به آغوشش گیرد. انشاءالله با اونها روبرو نمیشوم. سلام جناب جمیل. ما تو رو آدم حسابیدیم، فهمیدی؟ چی؟ معلم ملک، معلم چی گپ است؟ چرا همه با من مناسبت خوب ندارن؟ سببش رو باید خودی شما بهتر دانید استاد عمر. باید من دانم؟ اما نمیدونم، نمیفهمم. شما در حقیقت با عزلم فاتحه میشوید. شما از کجا میدونید؟ برای همین همه با من چنین مناسبت میکنند. شما چرا انتظار بودید؟ باید چیکار میکردیم؟ قرصک میزدیم که معلم ما با شاگردش فاتحه میشود؟ همین طور؟ تمام تشکر. یک سیمی و یک چای دهید. شما چی فکر دارید؟ آیا در حقیقت میکرده باشد؟ برق و تکین جدی می نمودند. این کار با ما معقول نیست. نه خود دویل کنند. ما امکانی چی کار میکنند؟ دیگر خیلانها را من کردن نمیتوانیم. بعد دیگر حضوری ما را ویران نمیکنند. اینطور نگو جورا، آنها با کار جنگ کردنیم. کوری کرده این دختر رو بینید همه رو سرسام سرگردون کرده است. اکنون چیکار میکنیم؟ شب برای دیدن میرویم. من نمیروم. من میترسم بچه ها. من میروم، اما برای تماشا نه. باید پیش روی اونها رو گیریم. هیچ نموشد با کار جنگ نکنند، وگرنه یکون جایشون یارادار میشود. یا اینکه از این هم بدتر شدنش ممکن. بچه ها شاید با معلمان مصلحت میکنیم. گویم چی میشود؟ این شب نشود، پگاه شب نشد، شب آیندهش میکنه. چی فرق دارد؟ خانم نوریا، سلام علیکم. خوش آمده. ناراحت نشو، آرام باش. خبرگیری آمدم، بیماری آخر. تشکر. دست درد رو نبیند. خوب هستی؟ سلامتیت چخیر؟ یگان کم بودی؟ یگان مشکلی داری؟ نه خانم، بغیر از مرگ چیزی رو انتظار نیستم. بس این خیلی گپا رو نگوی. این رو بجز از خداوند هیچ کس نمیداند. احوالم به همه معلوم. نوریا جون، تو خوب میدونی که من از دیه برای چی آمدم. میدانم برای فاتحه آمدگیستی.
من فکر کردم و گفتم که بزرگهایمون کار رو تصدیق کردن، اما آخر دختر تو جوان برای ختم مکتبش هم کم مون. فکر میکنم که فاتحه رو دیرتر کنیم. آخر کسی ما رو تعقیب نمیکند کو. نه، میخوام هرچی زودتر این کار شود. آخر نمیدونم که تا سحر زنده هستم یا نه. همه ای کار چپه و راسته شد امک جمال. نمیدونم با کی و با چی باور کنم. غیبت کاری بد است، همین طور نه. از پسی کسی با کاری ناکردش او را گناهگار کردن کاری جاهلان است و گناه بزرگ است. یعنی در حق کسی گمانی بد کردن نیز کاری بسا رذیلی است. هر دوی این کار هم گناه و هم حرام می باشد. چون که پیغمبرمون صلی الله علیه و سلم فرمودند از گمان بپرهیزید چون که گمان دروغ است و علاوه کردند که کمبودی یکدیگر را نجویید، به گپ‌های یکدیگر پنهانی گوش ناندازید، با یکدیگر رقابت نکنید، با یکدیگر کین و عداوت نفرت پیدا کرده از یکدیگر رو نگردانید. ای بندگان خدا، با یکدیگر دوست شوید. شکوه این سخنها را نگر. راست میگوید، اما این گپ ها رو من چگونه در حیات تطبیق کنم؟ هر دیشون میگویند که آن چیزی که شما فکر میکنید این طور نیست، اما آخر فاتحه کردنی هستند. در این وضعیت من چی فکر کنم؟ آنها هیچ چیز را به ما نمیفهمانند. سراول دو چیز را نباید فراموش کرد: حسی برادری و باوری به یکدیگر. اگر این دو چیز را رعایت نکنیم موفق نمیشویم. معلوم که خرابات را تعمیر کردنش مشکل، اما چیزی دیگری هست که ما را ناراحت میکند. بله، این وضعیت مرا ناراحت میکند. برای همین پیش از آن که کسی را گناهگار گوییم اول فکر کردن لازم. چطور؟ از این آغاز میکنیم. با استاد عمر بار یک جای بودید؟ بله بودم. خوب، همچون انسان یگان دغلیش را دیده ای و یا شاهد یگان بدکاریش شده ای یا نه؟ اگر راستش را گویم نه. خدا نگهبانت باد. البته راستش را گوی پسرم. در آمدی گپ گفتم امک جمال. من هم در آمدی گپ. خوب، درباره عزلم هم چنین فکر داری؟ از شناسایی من دیر نگذشته است، اما روی آینه دل است. دخترمان عزلم چهره پاک دارد. درست. بیاییم به فرجام کار. هر دوی آنها در وضعیت ناگوار قرار دارند، اما هر دو انسان‌های میفهمیدگی‌اند. برای همین خاموش می‌ایستند، اما هر دوی آنها جسارت فهمیدن درد دل دارند. انشاءالله. چرا امک جمال؟ من چنین فکر میکنم. آنها با ما آنقدر باوری ندارند، برای همین هم درد و مشکلی خود را با ما نمیگویند. یعنی اینجا اشتباه در ماست؟ این طور گمان کردن با معنای حدیث راست می آید. اگر از گمان کردن در حسن زن فریب خوریم خوبتر است. اگر گمانمون درست برایت هم گناه است و این چنین گمانمون باطل شود ثواب است، چون که حسن زن عبادت است، از خودمون وابسته است. یعنی باز این کار با ما میافتد؟ درستش همین. دست به دست کرده با آنها باوری حاصل کردن لازم. درست چیزی باشد نباشد باید فهمند که مهر و محبت ما نسبت آنها کم نمی شود. در این صورت کسی باری وزنین دوشش را و کسی ناباورش تقسیم نمی کند. خدا راضی شود امک جمال. من نصیحتم را گرفتم. خدا مددگارت باشد پسرم. چه مشکلی داری پسرکم؟
بگوی عزیزم، تو رو در این حال دیدن برایم دشوار. حیرانم مادر، دیوانه شدم. چی کار کردنم رو نمیدانم. به من گوی آخر، گوی که چارهش را یابیم. قربانت شوم پسر جون. ای مادر، کسی به من یاری داده نمیتواند. شیطان میگوید که خود را به بحر پرتاب، با همین به همه کار نقطه میگذاری. اما چه خیلی من به امانت خدا خیانت میکنم، لیکن آخر دیگر طاقتم نماند. با کی پیام فرستادی؟ با اوزلم، از برای او چیها شدنش رو بفهمد. بچه ها آخرین کاراتون درست است. شما یقین نکنید آخر شما هم سیف هستید. рафиқон, охир шумо як одами капа калон. ҳозир агар шуморо дорем кордҳоятонро аз дастатон гирем, пагоҳ боз ҳамин корро мекунед. аз шумо тамоми синф хоҳиш мекунам, ин корро такрор накунед, вагарна якеатон зарар мебинед. راست میگوید نکنید. معلوم که ضرر میبینم و کارهای کردهش جواب میدهد. واهمه نکن. حاضر میبینم بعدی خونت از بدنت جاری شدم چه خیلی گپ میزنی. бародарон, кори нодуруст мекунед. болои ин мо дар ин ҷо шоҳид ҳастем охир. ҳоло ҳам сари вақт аст монед ин корро. ой худо, ақлан кортҳоятон ро партоед бо даст ҷангед охир. من اون رو کم نزدم اما عقلش به سرش نمیآید. معلوم عقلی که به سرش نآمده است. در یک جنگل دو شیر زیاد است. حاضر به این کار نقطه میگذاریم. کنی بینیم همچون دهانت دستانت با این هستن ها؟ حاضر چینگیلمو ریزه ریزه میکنم. بچه ها نکنید، آخرین کارتون دهشت است. نکنید آخر بچه ها. حاضر یکان چیز نشود. این خوب است که در دست کار ندارم. کنی گپ زن. یک بار دیگر گپ‌های گفته‌ات را گوی. تکی نکن نکشی آخر تو او را. تمام تو بریدی. خاموش شوه، دستگیر نشوه. نکن نمیرد، نکن تکین نمیرد. آخر بس کنید بچه ها. ایستید. اگر بس نکنید خودم را میکشم یا یکان کاری دیگر میکنم. تکین برادری من است، برادری حقیقیم. اکا قسم میخورم که بینمون چیزی نیست. من برای شما رفتم. دمت رو گیر. من نیتی تو رو میدانم. دختر رو از دست من گرفتن میخوایی. اکا به خدا این طور نیست. چرا شما نمیفهمید؟ دمت رو گیر میگویم. دمت رو گیر. بس حقیقتون بس کنید. سنجر؟ جا بیا. اکا نتونست فکر گپ رو نمیفهمی. من به تو نگفته بودم که با دختری دوست داشتم. حتی با تگی چشمت نگاه نکن. اکا من تنها برای گپ زدن نزد او رفتم. میفهمید من رو اکا؟ همش رو میدانم. دست به دست کردنتون رو، این سو آن سو گشتنتون رو میدانم. نه اکا، این رو شما خودتون گفتید. اکا من رو تو دیوانه فکر کردی ها؟ نه اکا، نه چی کار میکنید؟ اکا ایستید نکنید. اکا سنجر اپا شما چیکار کردید؟ اپا
من هیچ کار نکردم. این رو پنهان می داشتم چون که مادرم حقیقت رو نمی دانند. اما شما هیچ چیز رو ندانسته به من هجوم کرده. همش برای شما شد. اکنون خرسند شده ها؟ تو حتی به زدن سزاوار نیستی. پسرم امروز به عیادت خاله نوریه رفتم. به عیادت رفتید؟ چرا مادر؟ به من خبر ندادید. من شما رو می بردم. به نزدیکی خیش می شویم. گفتم پرسم یگون مشکلی دارد یا نه. پیش از فاتحه صحبت کردن خوب است. با این همه گپ‌هایتان شما چیزی گفتنی اید مادر؟ خاله نوریه سخت بیمار، واقعا هم بیمار است و میخواهد که فاتحه رو هرچی زودتر برگزار کنیم. یعنی نوریه گفت که اگر یگون مشکلی نباشد همین شب فاتحه رو به انجام رسانیم. مایلش مادر، میکنیم. ما هم به صبرانه انتظاریم. دیشب برای درس نبود. حالا هم جنگ میخوایی؟ گوش کن، من برای جنگ کردن ناومدم. مرا ببخش مایلش. حتی تخمین نمیکردم که اوزلم خواهرت است. من هم یک وقت اپا داشتم. یعنی اپا یا اینکه خواهر چی است میدونم. اگر میدونستم که خواهرت است با شما کردار نمیشدم. دیگر با ما کردار نشو. شاید گفته‌اشان راست باشد. ممکن آن فکری که میکنیم نادرست باشد. هرچی نباشد فاتحه نمیشود مگر اگه در این سن و سال کی یا چی دختر رو مجبور میسازد که فاتحه شود؟ میدانم، اما ما باید درست بفهمیم و به آنها وقت دهیم. از همه کلانی شما هستید اکا، اما قراری دادهتون به تمام حیات اوزلم تأثیر میرساند. درآیید. ببخشید ناراحت کرده باشم. مرحمت استاد. من این رو به شما دادنی بودم. این چیست؟ عریضه استعفایم استاد. بعد اینقدر واقعه، بعد اینقدر بدبینی شاگردان دیگر اینجا کار کرده نمیتوانم. باوری دارید؟ خود فکر کردید؟ خواهید کمی برای خود وقت گذارید. فوراً قراری قطعی ندهید. دیگر فرصت به فکر کردن من نماند استاد. به جای من دیگران خوب فکر کرده حکم مرا برآوردند. سلامت باشید. استاد عمر، باید صحبت کنیم. باید یگون گپ گویید. همین طور نه؟ با اینجا نگرید بچه ها. با مثل فیلم ترکی شد. یو بید کنی بعد چی می شود؟
ба вай нигар. Е? куртаи хушро Басе? ҳамин хел ба ман мебинӣ? Нигоҳ кун омад. дафтарҳояшро фаромӯш кард. ин чист? рӯзномааш ба фикрам. хубаш накушо. фурсати мувофиқ. ҳақиқатро дигар чӣ хел мефаҳмем? мекушоям. кушо зуд. кушо. кани бихун чӣ нависааст? устод алиро ҷиғ занед. шале чӣ шуд ба мо ҳам гӯй. устод алиро ҷиғ занед гуфтам. узлам чӣ мегӯяд? чандин бор хостам фаҳмонам, аммо касе ба ман фурсат надод. ба ман бовар накарданд. ҳамсинфонам, ҳатто акаам, апаам. чандин бор ба онҳо гуфтам ки сабаб дорад. каме сабр мекарданд. ин қадар маро пас намезаданд. вақташ меомад ҳамаашро ба онҳо мефаҳмондам. акнун дер шуд, аммо менависам, чунки баъди рафтани ман онҳо корҳои кардаашонро бифаҳманд. бале, дуруст, бо устод Умар фотиҳа мешудам. лекин инро на барои он ки якдигарро дӯст медоштем ва ё на барои фитнаҳои шумо ин корҳоро мекардам. устод Умар ин корро барои наҷот додани ҳаёти ман мекарданд, барои идома додани таҳсилам, барои ин ки маро ба зӯрӣ ба шавҳар надиҳанд. ҷое ки ман мезистам, он ҷо баъзе қонунҳо дорад. бесоҳиб мемонад гуфта дарҳол духтарҳоро ба шавҳар медиҳанд. ҳолон ки ман хондан мехоҳам, ҳаётамро бо хондан рангин сохтан мехоҳам. дар байни ду оташ мондам. ташаккур ба устод Умар ки танҳо он кас метавонистанд маро аз ин бало халос кунанд. агар фотиҳа шуда мебудам, оилаамон хавотир нашуда маро барои хондан иҷозат медоданд. аммо сад афсӯс ки ҳамаи ин нақшаҳоям барбод рафтанд. яъне устод Умар, он одаме ки шумо ӯро пас задед, ҷонашонро барои ман фидо карданд. маро ҳамчун хоҳар, ҳамчун фарзандашон дӯст доштанд. аз тӯҳмати бардурӯғ чӣ фоида гирифтед? аз пас задани ман шодӣ кардед, хурсанд шудед. акнун ҳамашро ҳал кардед. худатон метавонед баҳо диҳед. акнун инҳо дигар фоида надорад, аммо боз ҳам менависам, чунки мехоҳам фаҳмед ки чӣ кор кардед. акнун ман меравам, ҷое ки касе маро нороҳат намекунад. медонам ки оқибатам хуб нест, аммо меравам. ҳамаатонро бахшидам. иншоалло шумо низ рӯзи худро афв мекунед. падруд. худоё, мо чӣ кор кардем? боварям намеояд ки ин корро кардем. бо дасти худ ӯро ба марг равона кардем. дидед гумони бад ба куҷоҳо мебарад бачаҳо? ин хатои ҳамамон аст. ҳамамон масъул ҳастем. бояд ин тавр фикр намекардем. нафаҳмида, надониста чунин хулоса баровардан хуб нест. агар бо худ ягон кор кунад, асло худамро намебахшам. тамоми ҳаёт бо азоби виҷдон зиндагӣ мекунам. خود صبر کنید. شاید تنها از مکتب رفته باشد. برای همین بدرود گفته است. میدونم عاقبتم خوب نیست اما میروم. پس این چی منو دارد معلمه؟ این مکتوبی ویدا نیست. از این سخنان برمیآید که گویا خودکشی میکرده است. استاد التماس رفته او رو یابیم. التماس رفته کوبیم همه جا رو. میکوبیم اخی. ها. بله. حالا تنها همین کار از دستمان میآید.
اکا بله اینجا چیکار میکنید؟ مشغول کارم. بعضی کارهای حل طلبی مکتب است. خواهرمون گم شد. بالای این یک مکتوبی خودکشی مانده است و شما حالا هم کار میگویید؟ تخمین میکنم که عضلم به فاتحه میآید. چون این فکر میکنم. شما تخمین میکنید؟ بله. این طور باشد به شما برای کار. من باشم به جستجوی خواهرم میروم. یک شهری کلان این طور گشته گشته او رو یافتن ممکن نیست. کاری کرده او رو یافتن لازم. اقلا یگون معلومات میداشتیم جوی میرفتگیش رو میدونستیم. از کجا دونیم؟ با اون آشنا شدیم. اکنون مجبور کوچه به کوچه میگردیم. یافتی؟ نه. خیر رفتیم اونجا رو بینیم. میرویم. عضلم اینجایی. خواهش میکنم مرا ببخش. تو را گوش نکردم. حتی برو فهماندنت اجازت ندادم. التجا میکنم برا. مادر جان التجا میکنم یاری دید. وگرنه خودم رو نمیبخشم. التجا میکنم برای یافتنش به من یاری دید. نزد او میروم. جایی که آب زیاد و حضور به او خیر است. میخواهم مانند دریا مرا به آغوشش گیرد. خدایا مایلش استاد فهمیدم. ما حضور برآمده روز به آنجا میرویم. چی شد؟ معلم پینار چی میگوید؟ چیزی رو به خاطر آوردم. گفتم که باید عضلم در نزد ساحل باشد. برای یافتنش از ما مدد پرسیدند. پس چرا انتظاریم؟ تیزتر رفتیم. بیایید دیر رفتیم. معلمه چی شد؟ معلمه من میدانم این از آن عضلم. این طور باشد. نه نمیکند. نباید. همش برای ما شد. استاد با پلیس خبر دهیم که تا 24 ساعت نگذرد گمشدگان رو معین نمی کنند. حالا هیچ کار کرده نمی توانیم. اکا آخر وی گم نشده است. شد پینار آرام شو. شاید فکرتان نادرست باشد. لبای پینور اکنون خرسند شدی. شرم دار. چی ها میگویید؟ از گفتگویتان چیزی نفهمیدم. عضلم مرد. فهمیدی؟ خود رو به بحر پرتافت. اکنون فهمیدی چی میگویم؟ فهمیدی اومد. شما چی کار کردین؟ اگر او این کارو کرده باشد، اگر با او چیزی شده باشد، من چی خیلی با این عذاب وجدانم زندگی میکنم. کاش که زبانم خشک میشد و به او هیچ چیز نمیگفتم. چرا گفتم؟ چرا اون چیزی که با من دخل نداشت گفتم؟ ایستید رفیقان. در رو گمانی بد نکنید. گفتی استاد علی شاید در اون است که در کجاست؟ در کجا بودنش معلوم. تو هم نوشتهش رو فهمیدی. امشب عضلم گفته بود که در بیمارخانه فاتحه میکنند. شاید معنای خودکشی کردنش همین فاتحه باشد. شاید به آنجا آید. وای آروم شو. والله من کردم. دخترم رو دیدم و دانستم. به مرگ فرستادم. خدا رو به دست گیر نوریا جون. می آمدگیست آخر. ممکن شرم داشته است. اگر یگان کاری بد میشد میفهمیدیم.
خانم زهرا راست میگویند. شاید حاضر دخترتان میآید. شما نمیدونید او دختری من نیست. علی بینار، من همه این کار رو از اول میدونستم. مردنم رو هم میدونم. از همین سبب به اینجا آمدم که شما رو بینم و دخترم رو امانت گذارم. خانم زهرا مرا ببخش. این گپ فاتحه رو من خودم برآوردم. تو به معنی سخنهایت صرفا میروی یا نه؟ ها؟ خواستم فهمم که برادر و خواهرش با او صاحب میشوند. بعد مرگ من او رو پشتیبان و زیر قناتشان میگرفته باشند یا نه، یا اینکه روی گردانیده دخترم یکی از کلین های سلاله میشده باشد. گفته همش را دانستن میخواستم. میفهمید؟ شد خود را بیهوده به هر طرف نزن. مگر نمیدونی یک گپ دروغ سبب پیدایش دروغ دیگر است. باری کج به منزل نمیرسد. یک دروغ در دهه گفتی، باز اینجا یک تای دیگر. خودت گوی اکنون از این دو کجی راستی میروید مگر؟ نمیروید؟ ها، راست میگوی. راست میگویم، حقیقت را میگویم. البته مدامی که وضعیت این است، با رئیس سلاله با شوهرم گپ میزنن، واقعیت را به آنها میفهمونم. با مدد خدا این دختر را از بلا خلاص میکنم. اگر شوهر کند غلام نمیشود کو. اگر شوهرم فهمد برای این کار از من دیده بیشتر غیرت میکند. تو خواطر نباش. میگویند که حقیقت عادت یک روز نه یک روز روی آب برآمدن دارد. بعضا برای راستی را، حقیقت را فهمیدن زحمت کشیدن و صبر کردن همان لازم. شما چی ها میگوید اکا؟ خواهرمان را گم کردیم. چه خیل حقیقت، چه خیل راستی. شما مگر دل ندارید؟ پینار چی ها میگوی؟ آروم شو. استاد این چی معنا دارد؟ چی گفتن میخواهید؟ باز علاوه کردن میخواهم که از راست برآمدن گمانی بعد در گمان نیک فریب خوریم بهتر است. اگر گپی مرا گیرید خواطر نشوید. عضلم را گم نکرده برعکس به دست آوردیم. عضلم دخترم. شکر که در نظر هستی. مادر جان میبخشید، شما رو نترساندم. اگر گل به بالایم افتد چه غم دارم تو در نزدم هستی دخترم. هیچ چیز رو نمیفهمم. ما با عضلم برای شما نقش بازی کردیم. غیبت کاری بد است، همینطور نه؟ از پسی کسی با کاری ناکرده‌اش او را گناهکار کردن کار جاهلان است و گناه بزرگ است. یعنی در حق کسی گمان بد کردن نیست کار بسا رذیلی است. هر دوی این کار هم گناه و هم حرام می باشد. اما میروم، همه اتان را بخشیدم. عضلم اکا اینجا چی کار میکنید؟ تو را می جستم. گوش کن، شاید تو به من آنقدر باوری نداری، اما من برادری تو هستم و در پشتت یک باری وزنی هست. اگر خواهش کنم یک قسمی باری وزنیت را به پشت من میپرتویی. با استاد عمر فاتحه میشوم، چون که اگر فاتحه نشوم سلاله مجبور مرا به شوهر میدهد. از این رو خواندن رو هم میپرتویم. این وضعیت رو استاد عمر فهمیده فداکاری کردند، خود را در آتش پرتافتند و در این آتش بسوختند. چه ها میگوی عضلم؟ این باید یکون چاره، یکون راهی دیگر داشته باشد. دیگر راهی نیست اکا.
барои ҳал шудани ин кор танҳо мурдани ман лозим меояд. این طور باشد ما تو را میکشیم. یعنی هر دوی ما این کار را کردیم. همش یک نقشه بود. اپای زهرا مانید همه ازلم رو مرده دانند. او الکی مرد. او یک آدمی نو است. خواهر ماست. در اصل من رئیسم را راضی کرده میتوانستم، اما مادامی که این خیل است من دختری مرده رو عروس کرده نمیتوانم. ای پسری منم در این بازی شریک هستم، برای همین به فاتحه نآمد. او در این کار دخالتی ندارد. با عمر باید هم مشروف همونم. عذر میپرسم. بیا دختر جان، یک بار دیگر تو را ببوسم. اکنون چی می شود؟ چی می شود؟ خودت میدونی کار شما چی می شود؟ یعنی عمر با ازلم فاتحه نمی شوند. نمیدونم. یعنی سببی نگفتنش همین بوده هستن؟ از تو گریختن. برای یک جا شدن دیگر یگون مانعی نموند. این فعل نگوی. من تا حال نمیدونم که عمر چی فکر دارد. با فکر من همش معلوم. بین حتی با فاتحهش نآمد. گریخته رفت. عجیب که از پسی کی؟ انشالله تو هم روز به انسانی در دلت بوده میرسی. شکر آنجا همه خوب هستند. اکنون میرویم پینار. مایل شکه. خالای زهرا با عمر گپ زدن؟ یگون خبر هست؟ زنگ میزنند اما جواب نمیدهند. آنها هم مثل ما فکر میکنند که از فاتحه گریخته است. آنقدر به کسی گریخته مانند نیست. نتوانسته است. قلبش اجازت نداده است. شاید پگاه به مکتب می آید. شاید. معلم اگر خواهید شما را تا خانه‌تان رسانیم. تشکر. من خالای زهرا رو انتظار می شوم که تنها نروند. این طور باشد تا بازدید. تا بازدید. شب بخیر. باید با عمر گپ زنیم. حقیقت رو نمیدوند. عمر پسرم. جنابی مدیر خوش آمدید. داماد رئیس آمدید که بخیر است. امروز واقعه بزرگ می شود. جنابی جمیل مدیری گشته و برگشته باز به صاحبش می رسد. برای همین مفتشان آمده بودند. چی؟ آمدن؟ البته تقریبا 1 ساعت پیش. چی ها می گویی تو؟ از روی حجت‌ها و عکس‌هایی که به ما آمدند وضعیت خیلی ناگوار می‌نمود. چخیلی که گفتم جناب مفتش، بعضا آن چیزی که میبینیم اصلش دیگر است. راست این هفته واقعه‌های ناخوش زیاد شدند، اما چخیلی که دیدید عاقبتش خوب شد. البته آید به واقعه عکس با شاگردم صحبت کرده آگاهی میدهم. با محاسباتتون هم آفرین. حتی یک تنگه رو هم به قید گرفته اید. این پولها آینده بچه ها هستند. چطور حساب نمی کنیم؟ ما با استادان حتی پول چای را از جیب خودمون میدیم. البته باید قید کرد که مسئله رادیوی مکتب رو دیده برآمدنتان لازم. باید آنجا متصدی یک شخص جدی باشد. بچه ها خودسرانه کار خواستهشان را نکنند، اما اگر خوب استفاده برده شود برای آینده بچه ها نفع خوب میرساند.
برای این کار با جمع معلمان مشورت کنید. برای همه این کارهایتان منتداری خود را بیان میکنم. افسوس که بعضی انسانها خواهان نوآوری نیستند و همه وقت ضد میبرایند. تماما خواطر نشوید جناب مفتش. این برای ما درس عبرت شد. دیگر آن رادیو اصلا آلت فتنه کسی نمیشود. اصلا پیش از اینجا آمدن میدونستم که معلوماتی داده شده آنقدر صحیح نیست و میدونستم که خلاصه کار خوب میشود. حجتهایتان را دیدم. من شاگرد پدرتان استاد یوسف بودم. باوری کامل دارم که مثل پدرتان استاد موفق. تشکر عرض میکنم. با این التفاتتان مسئولیتم باز هم زیادتر شد. تشکر زیاد استاد علی. در گزارشم موفقیت‌هایتان را قید میکنم. از وزارت خواهش میکنم که شما را مدیر گذارند. خوب میشد اگر به جای من یگان کسی دیگر مدیر شود. بهتر که من با شاگردان خودم کار کنم. السلام علیکم. خوش آمدند. السلام علیکم. سلام جناب. سلام علیکم. بخیر است. نوری دیده تاج سر. خوش آمدید. باید به مکتب یک چند شکایت آمده بود اما دیدیم که همش در جایش، حتی از آن هم زیاد. همین طور. بسیار خوب. بسیار خوب. با اجازت شما. بفرمایید. چه خیل میکند؟ چه خیل؟ پسرم کجایی؟ پسر جان، خود انسان با این کار باورش نمی آید، اما حقیقت همین. من میمیرم. این وبا چگونه مرا یافت نمیدانم. به عقلم راست نمی آید، اما میمیرم. هر روز از انتظاری مرگ، از فکر آن که عجبا سحر زنده میمانم یا نه مانده شدم. دوست داشتن پینا را چی؟ به او چی گویم؟ تو را دوست میدارم لیکن میمیرم. روز به روز همه ای چیز بد شده ایستاده است. رفته رفته بیماری من اوج میگیرد. از خود نشانه گذاشته نتوانسته از این دنیا می روم. قسمت همین. مرگ آهسته آهسته بوده است در این حیات. دیگر طاقت ندارم. مانده شدم. می میرم. و از اینجا رفتن می خواهم. رفتن.